رأی بدن بیان آقای کشور چجوری اداره شه. ملاحظه می‌کنید. و نکته بعدی اینه که یک کشور نمیگه یک بخشی از کشور، حالا مثلا عرض کنم یک بخشی از ایران مثلا عرض کنم خوزستان بوده، خب فکر کنید مثلا اونجا یک جایی بوده بسیار بسیار فقیر، خب بعد یهو نفت و گاز توش در میاد، بعد اون خوزستانی‌ها میگن اینا همش مال ماست، مال کسی دیگه نیست، ما می‌خوایم جدا شیم. فکر کنید همین اتفاق مثلا عرض می‌کنم راجع به سیستان و بلوچستان اتفاق بیفته. یا سیستان و بلوچستان یک استان بسیار فقیریه، بعد یه ماده اونجا کشف میشه که همه دنیا رو کاکل اون میچرخه. یا میگن آقا نه این مال ماست دیگه. ببینید یا نه بیاین کوچیک‌تر، یه دهی در سمنان یهو یه فلزی درش پیدا میشه، این فلز مثلا اقتصاد کشور رو حتی میتونه بچرخونه. خب یا نه آقا این مال ماست، تو ده ما پیدا شده، چون تو ده ما پیدا شده پس مال ماست، می‌خوایم انتخابات بذاریم، اهالی ده رای بدن بگن آقا ما می‌خوایم تو ایران بمونیم یا خودمون می‌خوایم یه کشور مستقل شیم. بعدا که بهش حرف بزنی میگه آقا تو سن ماریرو هم هست، بعد واتیکان هم هست، بیا الان اینجا این ده ما با اطرافش گنده‌تر از واتیکانه. ملاحظه می‌کنید از این حرفا میتونن بزنن. خب ببینید دنیا که اینجوری سنگ و سنگ بند نمیشه که. بعد اصلا قاعده و قانون از بین میره. حالا نکتهش اینه که بعد چه اشکالی داشت اگر همینجوری که اینا میان میگن این اتفاق بیفته، یعنی کشور بشه 40 پاره. خب حالا من اینو خدمتتون عرض کنم چه اشکالی پیش میاد. ببینید اینا که میگن خاک برای من مقدس نیست، خون برای من مقدس نیست، حالا بهتون میگم چه اتفاقی میفته. جلودار همه جنگ ها اول اینا خواهند بود. همین که حرفا میزنن. ببینید تو ایران تنها کشوری است که کسانی که درش هستن و چنین ادعاهایی دارند حدود و ثغور اون جایی که میگن مشخص نیست. ملاحظه می‌کنید. ببینید مثلا چکسلواکی همه می‌دونستن چک کجاست، اسلواکی کجاست، پایتختش هم مشخص بود، یک سانت هم نسبت به هم ادعای ارزی نبود. خب ببینید مثلا اینو ملاحظه کنید، حالا مثل ایالات متحده آمریکا تمام ایالتاش مشخصه، مراکز ایالت مشخصه، مرزاش هم مشخصه. یعنی اگه هر کی برده بخواد از اونجا جدا بشه کاملا مشخص میشه که این کجا هست اصلا. خب هیچ دعوایی سر اینکه حدود و ثغور مثلا ایالت تگزاس کجاست کسی نداره، همه اینو میدونن، پذیرفته شده است. حتی خیلی اوقات هم از همدیگه ایالات متحده آمریکا از همدیگه چیه زمینم میخرن و میفروشن. خب باشه، حالا میام سر ایران. تنها جای دنیاست، تنها جای دنیا، حتی کاتالونیا در اسپانیا کاملا مشخصه کاتالونیا کجاست، مرکزش کجاست، حدود و ثغورش هم کاملا مشخص. میایم به ایران میرسیم. ایران به هیچ وجه طبق تقسیمات کشوری حدود و ثغور طبق ادعایی که ارزی که میشه مشخص نیست. یعنی شما نمیتونید بگید که آذربایجان کجاست، کردستان کجاست. برید این تجزیه طلبا رو نگاهشون کنید، نقشه آذربایجان رو برید نگاه کنید. اولا اسمشون چیه؟ بیرلیکه. یعنی اینا دنبال چی ان؟ حق تایید سرنوشت نیستن. اینا دنبال اینه که به قول خودشون برن با بالایی‌ها یکی بشن. خب این اولیش. اگه قراره یکی بشه، واقعیت هم اینه که اونا از ایران جدا شدن، اونا باید بیان این طرف و باید بیان یکی بشن این پایین و باید بیان در ایران. ببینید که البته اینا واقعی نیست، حرفای واقعی هم نیست. ببینید ما اگه بخوایم همینجوری بریم و بچرخیم و اینا حدود 700 کیلومتر مرز مشترک، خب یعنی مسیر مشخصه بین چی؟ بین این کردها و ترکا. شما از سر ماکو شروع کنید بیایید همینجوری برید تو شهرها و روستاها و بیایید و اینا صدها کیلومتره. نه اینکه فاصله نقطه آدابه ها، نه اینجوری نمیام نه نمیس کنم یا بگم نه من اینا رو بلدم، اینا رو میدونم. شما از ماکو از مرز بازرگان برید بگیرید بیایید پایین. ببینید ما یه موقعی اول سال بعد از انقلاب 58 نقده رو داشتیم. نقده یه جای خیلی خیلی کوچیکه. دعوا افتاد بین ترک و کرد. چه کشتاری از هم کردن. خب بنابراین شما برید از همونجا بیایید پایین، برید سلماس، بیایید نمیدونم ماکو، بیایید این تو سلماس، ماکو، ارومیه خودش. ارومیه میگن مرکز آذربایجان غربیه در حالی که اکثریتش کردن. همچنین که میایید میرسید به خیلی جای دیگه. ببینید از همه نقاط که بیاید مهاباد رو نگاه کنید. مهاباد تو آذربایجان غربیه ولی خب کردنشین همه ما میدونیم. ببینید همه اینا که میگن آذربایجان اونجا تمام رهبران کاریزماتیک کرد در همون آذربایجان به دنیا اومدن. چه رهبرای تاریخیشون رو ببینید تا بیاین رهبران امروزیشون رو نگاه کنید. همه تو مناطقی به دنیا اومدن که آذربایجانه. رهبران حتی حزب دموکرات، کومله، جناح‌های مختلفش، بیایید پژاک، همه و همه. خب چجوری امکان پذیره؟ ببینید برید شما نگاه کنید، مثلا دیوان دره رو برید ببینید، هر شهری بوکان رو برید ببینید، هر شهری رو برید دستش بذارید، روستاهای بسیار اینجا تماما ترک و کردن. و بعد چجوری میخواین جلوی اینو تفکیک کنی؟ جنگ، این خونریزیه، این کشتاره، هیچ چیز مشخص نیست. شما نقشه همین آذری ها رو برید مثلا نگاه کنید. خب اینا حتی گیلان به رسمیت نمیشناسن، مازندران رو به رسمیت نمیشناسن، میگن گیلان و مازندران بخشی از آذربایجان ادعایی ماست. میاد همدان میگه آذربایجان، زنجان، قزوین، میاد ساوه، میگه اینا همش آذربایجانه. حالا تهران روشون نشده، در حالی که تهران از همه قسمتایی که اینا رو هم میکنن دور بیشتر داره. خب
آیا به همین سادگیه؟ خب بعد برای همین بجنگید، باید خونریزی میشه. شما برید کردستان رو نگاه کنید. خب شما دیدید ادعایی که اینا کردها میکنن، ببینید چجوریه. نقشه‌ای که میگن رو بذارید. آقا اینا اگه با هم صحبت کنن سر نقشه به جون هم میفتن، تیک‌پاره میکنن. نقشه رو بذارید نگاه کنید. خب اونجایی که اینا میگن ایلام کردستان، آذربایجان غربی کردستانه، کرمانشاه کردستانه، میاد این طرفتر همدان کردستانه. خب میاد ببینید راه لرستان کردستانه، لرستان میره تا حتی خلیج فارس، نقشه راه کشیده به خلیج فارس. اینا که نقشه میشن آقا آبش کو گفت یه دونه میکشین میره اونجا. ببینید اینا با هم دیگه اینجوری تقسیم میکردن، یه همچین آدمای سفیهی پیدا میشن. خب شما فکر کنید این میخواد اینو عملی کنه؟ خب شما به یه لور الان شما تو جامعه ایران مگه نمیگردید؟ تفاوت بین یک خرم آبادی رو نگاه کنید با یک بروجردی، ببینید چه میکنن با هم دیگه. به خاطر اینکه بروجردی‌ها میگن ما فهمیده تریم، مرکز استان چرا ما نشدیم؟ اون سوابق نمیدونم دانشمندای ما بیشتره، اون طرف ماجرا خرم آبادی میگن ما بزرگتریم. دعوا سر این. شما برید دعوای بین دسفولیا و اندیمشکی ها رو نگاه کنید. 40 کیلومتر تو همین سالهای گذشته هم نگاه دیدید یه علامت توی اتوبان تغییر دادن، برید جنگ و درگیری شد. شما کازرون رو برید نگاه کنید، اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده بود. کازرون خواستن بکنن دو تا شهر اصلا هیچ چیزی نبود، کازرون بشه دو تا شهر. جنگ شد. خب ببینید این وقتی ما یه همچین مشکلات و موضوعاتی تو کشور داریم، اومدن حرف زدن و نشستن و از این حرفایی نمیدونم بله خون مقدس نیست. ما فقط شمایی که دارید خون ریزی بپا می‌کنید. شما اتفاقا فکر می‌کنید خون مقدسه، شماها فکر می‌کنید نمیدونم خاک مقدسه، شماهایی و درگیری ایجاد می‌کنید و خون ریزی. حالا این دو تا بماند، عربا رو بیار نگاه. نقشه عربا دارن آقای مصری؟ بله چقدر هستن؟ تعدادشون چقدره؟ خیلی جای نگرانی هست؟ نه الان عرض می‌کنم. شما برید نقشه عربا رو نگاه کنید. کرمانشاه عربن، ایلام عربن، قم عربه، تمام لرستان عربه، خوزستان عربه، بندرعباس و بوشهر عربستانه. هر جایی که نفت گاز پیدا می‌شده تو ایران تمامش عربستانه. خب دیگه مش مجنون باید باشن. خب بعد اول با کردا بجنگن سر کرمانشاه و سر نمیدونم ایلام، با تهران بجنگن سر قم، نمیدونم اون طرف باید بره با بوشهر بندرعباس بگرده، با لورا بگرده که بالاشو میکنه. خب شما فکر کنید یه همچین داستانایی و اینا میشینن، بعد میشینن کنار هم. خب بعد اینقدر علیه زبان فارسی هستن. تنها ببینید نقطه اشتراک اینا زبان فارسیه. اگه اینا زبان فارسی بلد نبودن هیچ کدوم با هم حرف بزنن. تو کنگره به اصطلاح ملیت‌ها اینا میشینن به کدوم زبان صحبت میکنن؟ زبان فارسی. بنابراین آیا اینها چه کسری از جامعه ایران رو تشکیل میدن؟ خب هستن. نمیتونیم بگیم. حالا عرض میکنم چرا. ببینید اینا بودجه دارن، هم کشورهای خارجی بهشون پول میدن. ببینید آذربایجان، من اینو اطلاع دقیق دارم، میشناسم، دوستای خودم، کسایی که آشنا من بودن، من دیدم رفتن پول گرفتن از آذربایجان. مثلا حیرت میکردم طرف میره با علیه عکس میده، مثلا من نگاه میکنم خدایا اینی که من میشناسم اینجا راننده تاکسی بود. خب با علیه عکس مینداختن. خب توجه به این نکته بکنید، عربستان پول میده، اونا بود همین بودجه وزارت خارجه آمریکا، سازمان حقوق بشر کردستان، سازمان حقوق بشر بلوچستان، اینا اسمه ولی برای همچین مقاصدی تأسیس شده، روی همچین مقاصدی هم میکوبن. و یه موضوعی خدمتتون بگم، ببینید رژیم از اینا استقبال میکنه. چرا من انقدر مخالفم؟ چرا من با این مسئله درگیر میشم؟ از نظر من رژیم به شدت سرمایه گذاری کرده روی این. چرا؟ چون با ایران جدا جدا، با ملت جدا جدا، رژیم میتونه سرکوب رو بهتر پیش ببره. و اینا خطرناکن. بله در خدمت رژیمن. بله من اولیش و از مهمترینش از پانتورکا شروع. از نظر من پانتورکیست در خدمت رژیمه. چرا؟ عرض می‌کنم. ببینید 100 سال آزگاره، چه نمیگم 100 سال، 120 سال آزگاره. تو ایران هر نهضتی که بوده یه سرش تو آذربایجان بود. به خصوص انقلاب مشروطیت همه ما میدونیم. بعد از انقلاب مشروطیت هم میدونیم. و تبریز همیشه پایگاه بوده. شما نگاه کنید در طول سالهای گذشته، در همین 15 سال اخیر تبریز کمترین مشکل و آذربایجان کمترین مشکل رو برای رژیم داشته. یه بارم که شلوغ شده بود و سر صدا شده بود، به هم ریخت و فلان، سر چی بود؟ یه نفر به لهجه آذری یا به نمیدونم فلان توهین کرده تو تلویزیون. بابا دارن ملت اینجوری میکشن، تمام حق و حقوق ملت رو نابود کردن. مثلا این یارو رفته یه دونه مثلا جوک گفته یا یه حرف نامربوط زده. خب رژیم خطش از کجا پیش میبره؟ من اینو سالها پیش گفتم و نوشتم. حتی تیم تراکتورسازی تبریز پشت این تیم سپاه پاسداران بوده. سپاه پاسداران سرمایه‌گذاری رو این کرد. فرماندهان سپاه پاسداران مدیر عامل این تیم بودن. شعارهای پانتورکی رو اینا آوردن. نمیدونم در دفاع از گرگ‌های خاکستری تفرق بین ملت و مردم رو اینا به وجود آوردن، تشدید کردن. و بعد این میره تو جامعه، میره جلو، در مقابل این یه دیگه
علم میشن، یه عده دیگه علم میکنن. خب این درگیری‌ها منجر به چی میشه؟ منجر به جدایی ملت ایران میشه از هم دیگه. منجر به این میشه که رژیم برای خودش احساس یک حلقه حفاظتی ایجاد میکنه، حلقه امنیتی ایجاد میکنه، به نفعش میشه. شده. شما نتیجه اقدامات رژیم و پانتورک‌ها رو در آذربایجان میبینید. ما نمیتونیم بگیم آقا رژیم غلط میکنه، اینا یه کسی کوچیکی هستن، اصلا اینجوری نیست. نه، واقعا داره پیش میبره خطشو و دشمن رو نباید تغییر دید. ببینید، باز من تاکید میکنم، اونایی که میان توجه به این نکته نمیکنن که حساسیت‌های جامعه ایران چیه، حساسیت‌های مردم چیه، حساسیت‌های اصلا این قسمت چیه، یعنی این حوزه‌ای که ما داریم راجعش صحبت میکنیم. خب قضیه اینجوری رژیم پشت ماجرا هست. رژیم جدا جدا مردم رو راحت میتونه سرکوب کنه، ملت متحد رو نمیتونه سرکوب بکنه. و ما ببینید همه ما باید برای حقوق شهروندی مبارزه کنیم، نه حقوق نمیدونم ترک و کرد و فارس و بلوچ و نمیدونم فلان. چرا؟ عرض میکنم خدمتتون، الان 3 دهه هست دولت آرمانی کرد در کردستان عراق تشکیل شده. اگر در کردستان ایرانی دولتی کردی تشکیل بشه دیگه بالاتر از اون نیستش که اون 3 دهه هست شده، تجربه هم داره. 3 دهه دولت آرمانی کرد در کردستان عراق تشکیل شده. چه گلی به سر ملت عراق زدن؟ از سال 70 که اونجا رو در اختیار گرفتن، آمریکایی‌ها گرفتن دست کردها. از 22 سال پیش هم کسانی که صدامی هم وجود داره. اقلیم کردستان. درسته؟ چی کار کردن؟ حالا آیا مردم در رفاه به سر میبرن؟ پول نفت هم دارن. میدونید که 650,000 بشکه نفت میفروشن برای 5 میلیون مملکت. جای خوش آب و هوا. خب توش جنگی هم نبوده، به طور نسبی هم از جاهای دیگه امن‌تر بوده. حالا من سوالم اینه، چه کلی به سر ملت زدن؟ آمار پناهنده‌های کرد به اروپا از مناطق کرد نشین زیر سلطه اقلیم کردستان به مراتب بیشتر از کردهایی است که زیر نظر دولت عراق هستن. مناطقی که زیر نظر دولت عراق. چرا اینجوریه؟ چرا اینجوری باید باشه؟ ببینید چرا کردها میان خارج؟ و چرا تو کشور خودشون نمیمونن؟ دولت آرمانی هم که هست. نه اینکه میاد منو تعیین میکنن، نه، برای که دنبال چی میان؟ دنبال حق تعیین سرنوشت میان. یک کشورشون داشتن که و چرا اونجا رو ول کردن، اومدن بیان خارج، بیان در غربت برای حقوق شهروندی، چون میدونه اونجا حقوقی نداره، میدونه اونجا تکون بخوره آسایش پدرش در میاره، سرویس امنیتیشون. میاد خارج کشور، امنیت داره، از حقوق اجتماعی برخورداره، از تامین اجتماعی برخورداره. اونجا نیست. به این علت دولت آرمانی وجود نداره. اونایی که این حرفا رو میزنن دنبال مطامع خودشونن، نمیدونم یه مشتی ارباب و خان و فئودالن و یه مشتی رعیت. احزاب کرد ایران رو نگاه کنید، یه مشتی چی ان؟ خانن، طایفن و موروثی داستان. شما میگید نه، خب بدرن نگاه کنید، اینا حرفایی که میزنن همش باطله. شما نگاه کنید، مولا مصطفی بارزانی، بعد از اون مسعود بارزانی، ادریس بارزانی پسر بزرگش میشه رهبر، بعد از اون فوت میکنه برادرش مسعود بارزانی، برادر ادریس یعنی پسر کوچکتر، بعد از اون نیکشبان بارزانی. خب نگاه کنید چه جوری داره توشون میچرخه. خب اون طرف ما، چون کردستان هم 2 بخش شده، طبق مثل خانواده‌های مافیا میمونن که مثلا یکی مثلا بر این طرف سلطه داره، یکی بر اون طرف. خب شما نگاه کنید ببینید اون طرف که دست حزب حزب دموکرات کردستان یعنی بارزانی هاست، اون طرف دست اتحادیه ملی میهنی کردستانه که جلال طالبانی فوت کرده. چی شده الان؟ پسرای جلال طالبانی یعنی خان خانزادگی است، بقیه هم رعیت دارن غارت میکنن کردستانو، غارت میکنن این 2 خانواده بارزانی و خانواده طالبانی و اونایی که وصلن به اینا. این غارته. ملت بدبختم چه میفهمن که اینا که دنبال حقوق ملت نیستن که. تو ایران هم همینطوریه و باید به این مسئله توجه بشه که روابط خوبی هم با جمهوری اسلامی دارن. درسته؟ بله، روابط بسیار خوبی هم با جمهوری اسلامی. بله، چون مثلا شو کرد نیستش که با جمهوری اسلامی چرا میگی؟ با ترکیه هم دارن. شما دیدید در سرکوب پژاک این نیروهای اینا شرکت داشتن، زدن نابود کردن پژاکی‌ها رو اونجا. پژاکی‌ها برای که دستگیر نشن خودشون دست اینا نیفتن، خودشون از بالا کو مینداختن پایین. غیر از اون شما بدونید چه بلایی اینا سر ایزدی‌ها در آوردن. وقتی داعش حمله کرد اینا قشنگ خالی کردن ایزدی‌ها رو، اونها تار و مارشون کردن، برای که اینا دشمن ایزدی‌ها رو اصلا نه کرد میدونن نه به قول خودشون حتی مسلمان میدونید، چون بودن اینا کافرن. من دیدم تو ایران هم به یارسانیا میان و نکتهش همینجاست که این مشکلات وجود داره و اینا دنبال مطامع خودشون. شما فکر کنید اینا که تو بلوچستانن چیه؟ اینا مال طایفه‌ان، خانن، سر طایفه است، سر ایره، دنبال سری منافع، این الاهواز و نمیدونم فلان. اینا دنبال چی ان؟ پول عربستان. یه چهره‌های خطرناکی هم میان اینجا، یوسف عزیزی بنی طرف. خب برید نگاه کنید، اینا چهره‌های بسیار بسیار خطرناکی ان و شما فکر می‌کنید مثلا اگر بخواد یه همچین اتفاقی بیفته در خوزستان ایران،